أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در آیات ابتدایی این سوره مبارکه 4 تا دلیل خواندیم. 4 تا دلیل نقلی، داستان 4 پیغمبر با قومش: موسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، که از اینها به این نتیجه رسیدیم که همه اینها تبلیغ کردن برای توحید خدا، ان اعبدوا الله، و هم ثابت شد که عالم الغیب فقط الله است. در 2 تا قصه اول عالم الغیب فقط الله است، 2 تا بعدی مختار و مدبر و متصرف هم الله است، پس عبادت مال الله است. بعد از این دلائل عقلیه را میخوانیم. اینجا دلائل عقلیه هستند که این دلائل عقلیه را هم شما خواندید، اما نوع تعبیر فرق میکنه. قل الحمد لله. پس به این نتیجه رسیدیم که تمام تعریف ها ثابت برای الله. کدوم حمد؟ اون محامدی که الوهیت را ثابت میکنه، اون تعریفاتی و اون صفاتی که معلوم میشه معبود فقط الله است، اون تعریفات برای الله است. و سلام علی عباده الذین اصطفى، و سلام بر بندگان او، اون بندگانی که خدا برگزیده. و سلام علی عباده الذین اصطفى، منظور از بندگان کدوم بندگان هستند؟ بسیاری میگن اصحاب رسول الله مراد هستند، چون که در کنار انبیا همین بندگان برگزیده هستند، بندگانی که خدا اونها را برگزیده برای یاری پیغمبر، برای یاری دین پیغمبر. و بعضی میگن و سلام علی عباده الذین اصطفى، منظور انبیا هستند، چون که در آیات دیگه داریم و سلام علی المرسلین. پس سلامتی از هر آفت و از هر مصیبت برای کیا هست؟ برای بندگان برگزیده، یعنی برای مرسلین. خب حالا از مسلمه الله لایق عبادت است، بقیه همه پوچ. امن خلق السماوات والارض. حالا برای این خدا چه دلایلی ذکر می‌فرماید؟ این دلایل عقلی اعترافی هستند. خود شما هم مخاطبان اقرار دارید، مشرکین هم اقرار دارند. امن خلق السماوات والارض، یعنی آیا لایق عبادت است آن ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را، و انزل لکم من السماء ماء، و نازل فرمود برای شما از آسمان آب. فانبتنا، خب اون قبلا صیغه غایب بود، می طلبید که فانبتا، او رویاند، اما نه، این التفات از غیبت به چی؟ به تکلم. فانبتنا، پس ما رویاندیم به وسیله آن حدائق، باغچه‌هایی که ذات بهجه، دارای تر و تازگی هستند. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، برای شما تمام مخلوقات نیست، یعنی چنین قدرتی ندارید اینکه برویانید درخت آن را. خب پس آیا این ذاتی که خالق هست و هر چیزی را میرویاند لایق عبادت است؟ اما یشرکون، یا اونهایی که مردم شریک میگیرند.
اله مع الله، آیا با خدا دیگه معبود دیگه هست؟ نیست. بل هم قوم یعدلون، بلکه اینها قومی هستن که یعدلون. یعدلون دو معنا داره، یکی به معنی برابری، عدل، یعنی غیر خدا را با خدا برابر میکنند. چقدر ظالم هستند. مخلوق را با خدا برابر دانستن این شرکه. و بعضی یعدلون را میگن از عدول است. عدول یعنی از حد گذشتن، از حد تجاوز کردن. یعدلون از حد تجاوز میکنند که مخلوق خدا را مثل خدا میدانند. خب این دلیل اول اعترافی بود. دلیل دوم، امن جعل الارض قرارا، یا آن ذاتی که زمین را قراری گذاشت. زمین چقدر راحت قراره. اگر زمین تکان میخورد ما امنیت داشتیم؟ نداشتیم. امن جعل الارض قرارا، یا آن ذاتی که زمین را قراری قرار داد. و جعل خلالها انهارا، و در وسط زمین نهرهای قرار داد. و جعل لها رواسي، و قرار داد برای اون زمین میخایی. و جعل بین البحرین حاجزا، بین دو تا دریا مانع قرار داد، پرده قرار داد. دیروز هم خواندیم دو تا دریا، یکی شور یکی شیرین، در وسطش حجابا مستور، حجاب مخفی هست، شما نمیبینید، آبها در همدیگه فرو نمیروند. لذا حالا این پروردگار لایق عبادت است یا اونهایی که مردم شریک میگیرند؟ اله مع الله، آیا با الله همراه با این معبود؟ آیا معبودی دیگه همراه با الله هست؟ هرگز نیست. اما چرا این کار را میکنه مردم؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر اینها نمیدانند توحید را. لا یعلمون التوحید، جلاله میگه اینها نمیدونند که خدا در قدرت خودش، در صفات خودش یگانه هست. دلیل اعترافی سوم، امن یجیب المضطر اذا دعاه، آیا کدام ذات است که اجابت میکند برای مضطر و مجبور وقتی که او را فریاد میزند؟ وقتی که فریاد میزند یک آدم مضطر، یک آدم درمانده، کی هست که به داد او میرسد؟ و یکشف السوء، کی هست که دور میکند بدی او را، مصیبت او را؟ و یجعلکم خلفاء الارض، کدام ذات است که قرار میدهد شما را خلیفه زمین؟ پیشینیان را میبره شما را میارد. کیه؟ غیر از الله کسی هست؟ نیست. اله مع الله، آیا همراه با الله معبود دیگه هست؟ الهی دیگه نیست؟ هرگز نیست. قلیلا ما تذکرون، اما بسیار کم شما پند میگیرید. یا قلیلا به معنی ادیما، شما اصلا پند نمیگیرید، عدم هست. چهارمین دلیل اعترافی، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا کدام ذات است که شما را راهنمایی میکند در تاریکی های خشکی و دریا؟ و من یرسل الریاح، چه ذاتی است که میفرستد بادها را؟ آن بادهایی که بشرم بین یدی رحمت، مژده دهنده هستند قبل از خودشان رحمت الله را. اله مع الله، آیا معبود دیگر همراه با الله هست؟ نیست. تعالی الله عما یشرکون، الله برتر است و بالاتر است از آنچه که مردم با او شریک می سازند. چهار تا شد. پنجمی، امن یبدأ الخلق ثم یعید، آیا کدام ذات است که از ابتدا تمام مخلوقات را آغاز فرموده، خلق کرده، سپس اونها را اعاده می کند؟ اونایی که می میرند به جهان آخرت می روند، دوباره خدا اعاده می کند. و من یرزقکم من السماء والارض، کدام ذات است که شما را رزق میده از آسمان و زمین؟ اله مع الله، آیا با خدا معبود دیگری هست؟ هرگز نیست. اگر هست قل هاتوا برهانکم، درباره همه این مسائل اگر میگید دیگه خالق هست، دیگه رازق هست، دیگه کسی که مضطر را رسیدگی کند هست،
دیگه کسی که شما را در ظلمات بر و بحر راهنمایی کند هست؟ اگر هست بیارید دلیل بیارید، فقط با ادعا نه، فقط از روی عناد گفتن نه، دلیل بیارید این کنتم صادقین اگر راست میگی. نیست، دلیلی ندارد. پس ببینید از همه این دلائل اعترافی چه چیزی اثبات شد؟ که مدیر و مدبر تمام امور کی هست؟ الله است. قدرت مال الله است، غیر خدا نه نبی قدرتی دارد، نه ولی قدرتی دارد، نه امام قدرتی دارد. بقیه بنده خدا هستند، بقیه مقدورند، قادر الله است. بقیه چی هستند؟ مقدورند، قادر نیستند. قادر فقط خب پس ثابت شد قدرت مال الله است، علم هم مال الله است. از دو تا داستان اولی ثابت شد که علم غیب کی داره؟ قل لا يعلم من في السماوات، این حالا همون علم را هم ثابت میکنه. بگو لا يعلم من في السماوات، نمیداند تمام اونهایی که در آسمان ها و زمین هستند. در آسمان ها کیا زندگی میکنه؟ فرشتگان. زمین هم فرشته هست، هم انسان هست، هم جن هست. نمیداند غیب را الا الله، بجز الله. چطور بعضی ها این آیات را توجیه میکنند؟ چقدر خودشون هم از توجیهات پوچشون خندهشون نمیگیره. الله سریع میگه هر کس در آسمانه، هر کس در زمینه، هر که باشد، استثنایی نیست، چه ولی باشد، چه نبی باشد، چه امام باشد، چه پیغمبر باشد، چه فرشته باشد، نمیداند غیب را الا الله. حتی اینهایی که فوت کردند، اینهایی که به ملاقات رب شتافتند، و ما یشعرون ایان یبعثون، نمیدانند کی از قبرها بلند کرده میشوند، این را هم نمیدانند. بل ادارک علمهم فی الاخره. اصل اینه که این مشرکان کفار درباره آخرت علمی ندارند، هر چی دارند درباره دنیا. ادارک علمهم، ادارک این از بین رفته، فنا اضمحل، مزمحل شده، به فنا رفته علمشان درباره آخرت. از اینجا خدای تعالی گویا سه گروه را ذکر میکنه. یک گروهی که هیچ علمی درباره آخرت نداره، یک گروه دیگه بل هم فی شک منها، نه در شک هستند از آخرت. گروه سوم نه کلا کور است درباره آخرت، یعنی انکار میکنه همه چیز را. بل هم منها عمون، یعنی از آن قیامت در چی هستند؟ در نابینایی هستند. حالا خدای عزوجل سه گروه را ذکر کرد و بعد از این خدای تعالی درباره این سه گروه میفرماید که اینا استدلالشون چیه، قیامت را انکار میکنن به چه دلیل. وقال الذين كفروا، کفار گفتند، کسانی که کفر کردند، چون منکر قیامت دیگه کافره. ای اذا كنا ترابا و آباؤنا، آیا ما وقتی که خاک بشیم و همچنین پدران ما که خاک شدند، اینا لمخرجون، آیا ما دوباره از قبرها اخراج کرده میشویم، بیرون کرده میشویم؟ نمیشه، امکان نداره. میگفتن نیست چنین چیزی. لقد وعدنا هذا، به همین چیز وعده داده شدیم، نحن و آباؤنا من قبل، هم ما و هم پدران ما قبل از این. از طرف کسانی گفته شد دوباره زنده میشید، ببین هیچ که زنده نشد. ان هذا الا اساطیر الاولین، نیست این مگر افسانه های پیشینیان هست. این افسانه، داستانه، نیست، زنده شدن دوباره نیست. الله می فرماید زنده شدن نیست، برید در زمین بگردید. کسانی که قبل از شما تکذیب کردند، جرم کردند، مجرم بودند، انکار کردند، چطور خدا عذابشون داد. قل سیروا فی الارض، بگو در زمین سیر کنید، فانظروا، ببینید، کیف کان عاقبت المجرمین، عاقبت و انجام مجرمان چگونه شد، خصوصا مشرکان. خدا به چه انجامی گرفتارشان کرد. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون،
اینجا تسلی برای رسول الله است. رسول الله ناراحت میشد اونها وقتی که انکار میکردن قیامت را. خداوند به پیغمبرش میگه ولا تحزن علیهم، شما بر اونها جوش نزن، غمگین نباش. ولا تکن فی ضیق، و در تنگی نباش مما یمکرون، از آن مکری که اونها میکنند. هر توطئه‌ای میکنند، هر نقشه میکشند، تو غم نخور، تو نگران نباش. اونا میگفتن خب این وعده عذاب کی هست؟ مشرکان میگفتن و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید این وعده کی هست؟ قل عسى ان یکون ردف، جوابش عسى یعنی امید هست، بعضی گفتن به معنی یقین هست که ان یکون ردف لکم، اون عذاب زیاد با شما فاصله نداره، ردیف شماست. ردف لکم یعنی لحق لکم، پشت سر شماست. ردیف چیه؟ شما وقتی که یه ماشینی قبل از شماست، شما پشت سرش هستی دیگه، با او زیاد فاصله، زنگ میزنه کجایی، شما میگه پشت سر شما هستم، یعنی خیلی به شما نزدیک. اینا میگه عذاب کی است؟ بگو پشت سر شما هست، یعنی نزدیکه، همین داره میرسه به شما. قل عسى ان یکون ردف لکم، بگو که یقین هست که ان یکون، این که باشد عذاب ردف لکم، ردیف شما، پشت سر شما، پشت سر شما باشد. بعض الذی تستعجلون، بعضی از اون عذابی که شما عجله دارید، همه عذاب نه، بخشی خدا بخش عذاب داد. حالا پشت سر این کجا؟ در همین بدر، چنانچه در بدر که یوم الفرقان نامیده شده، خدا اونها را عذاب داد. بله و ان ربک لذو فضل علی الناس، این دلیل تأخیر است. ای مشرکان، ای کافران، اگر عذاب خدا با تأخیر میاد، این نیست که العیاذ بالله خدا نمیتونه. خدا این که مهلت میده، فضل میکنه تا شاید شما متوجه بشید، شما به عقل بیایید، ایمان بیاورید. و ان ربک لذو فضل، اینجا پایینش می‌نویسه دلیل تأخیر عذاب. دلیل تأخیر عذاب چیه؟ چون ربت صاحب فضله. این دلیل تأخیر عذاب که می‌نویسه خود بخور ربط آیه با گذشته معلوم میشه که ربت دارای فضل است بر مردم، ولکن اکثرهم لا یشکرون، اما اکثر مردم شکر نمی‌کنن. به جای اینکه تشکر کنن که خدای عذاب ندادی تا ما حق را بفهمیم، اعتراض میکنه چرا عذاب نمیاره. و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، هم خدا قدرت داره هم علم داره. قبلا بحث عذاب بود، آوردن عذاب، حالا بحث علم. خدا هم از همه چیز میدونه، وقتی که عذاب بیاره بر اساس علم میدونه چه کسی مستحق عذاب است، چه کسی نیست. همانا رب تو لیعلم، میداند ما تکن صدورهم، آنچه که سینه های اونها مخفی کرده، و ما یعلنون، اونچه که اونها آشکار میکنن، همه را خدا میدونه. چرا؟ چون و ما من غائبت، هیچ چیزی نیست که غائب باشه در آسمان و در زمین مگر در لوح محفوظ است. هر چیزی در علم خدا هست، غائبی وجود نداره، مخفی وجود نداره. اما این قرآن بعضی اون چیزهایی که مخفی و پوشیده هستند اونها را بیان میکنه، همه چیز را بیان نمیکنه، هر چی که خدا بخواد. مثلا بنی اسرائیل در بسیاری از مسائل اختلاف داشتند، قرآن توضیح میده اون اختلافات بنی اسرائیل چی بود. در بعضی از خوراکی ها حلال حرامه، قرآن آمده چی کرده؟ اون را توضیح داده. یا بنی اسرائیل پیروان موسی و عیسی درباره عیسی اختلاف داشتن، بدار زده شد یا نه، زنده زنده به آسمان ها رفت. قرآن آمد چی کرد؟ همین را روشن کرد. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بیان میکنه بر بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، اکثر اون چیزهایی که اونها اختلاف دارن. هر اختلافی است در کتابای اونها تحریف شد، دستبرد شد. بنی اسرائیل میخوان واقعیت را بدانن، بیان قرآن رو ببینن، قرآن میگه واقعیت رو. و انه لهدى و رحمت للمؤمنین، همانا این کتاب قرآن هدایت است و رحمت است، اما برای کی؟ برای مؤمنان، کسانی که ایمان میارن. اینا مستفیدین من القرآن هستند.
و ان ربک یقضی بینهم بحکمه، همانا رب تو فیصله می کند در میان اونها، به حکمش فیصله می کند، حکم می کند و فیصله می کند. الله غالب هست، الله علیم هست، هر چیز را می داند، هر چیز را قدرت داره. پس تو ای مخاطب فتوکل علی الله، یا تو ای رسول صلی الله علیه وسلم توکل کن بر الله. انک علی الحق المبین، تو بر حق واضح هستی، تو چرا جوش میزنی؟ تو در مسیر حق هستی، تو در مسیر ایمان هستی، تو توکل کن، جوش نزن، ناراحت نباش. اما جوش میزد رسول الله، ناراحت بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کفار ایمان نمی آورن. خداوند اینجا کفار را تشبیه میده به مرده ها. تو نگران نباش اگر اینا ایمان نمی آورند، چون اینا مثل مرده هستند. ما در چند جا خواندیم قرآن مجید کافر را تشبیه به چی میده؟ به مرده. و مسلمان را تشبیه به زنده. او من کان میتا فاحییناه، این درباره کسی است که قبلا کافر بود بعدا چی شد؟ مسلمان. او من کان میتا، آیا اون کسی که مرده بود یعنی ایمان نداشت، فاحییناه، ما او را حیات دادیم، یعنی چی دادیم؟ ایمان دادیم. پس کافر مثالش مرده هست، مسلمان مثالش زنده هست. حالا اینا کافرند که ایمان نمی آورند. خدا به پیغمبرش میگه انک لا تسمع الموتى، به چند چیز تشبیه داده به کفار را. یک به مرده ها، دو به آدم کر ناشنوا، سه به آدم کور یعنی نابینا. الله می فرماید انک لا تسمع الموتى، همانا تو نمی توانی بشنوانی مرده ها را، بشنوانی مرده ها را. ببین در چه چیزی کافر مثل مرده هست؟ در چه چیزی تشبیه داده شده؟ وجه شب چیه؟ وجه شب عدم شنیدن است، عدم سماع است. اصل از آیه معلوم میشه که مرده نمیشنود. حالا این یه اختلافی هست، این اختلاف از عهد صحابه هست، از زمان صحابه هست. اولین کسی که با اصرار اعلام کرد و از این آیه استدلال گرفت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بود. خب بعضی از روایت ها معلوم میشه که مرده ها میشنوند. یه بحث علمی هست. اولا این را خدمت شما بگم که اصلا در محافل عمومی نباید این مسئله بیان بشه، مردم ظرفیتشون کمه، ولی علما میدونی بحث علمی هست. فقط یک نکته خدمت شما بگم، خیلی ها اعتقاد در مرده ها میشنوند، خیلی ها اعتقاد در مرده ها نمیشنوند، ولی این هر دو گروه متحد هستند در این که از مرده ها استمداد نگیرند، از اونها چیزی نخواند که شما دعا کنید. اون که میگه نمیشنود دیگه نمیشنود، اما اون که میشنود هم اعتقادی ندارد. اما اینکه بعضی اصرار میکنن بر نشنیدن، چون میخواند که هیچ نوع امیدی به مرده نباشه. مرده هر کسی باشه، امید را باید به ذات حی و قیوم داشت. بنابراین این اختلاف از صدر هست، از آیات که این آیه هست و در سوره در جز 21 هم میخوانید معلوم میشه و در جز 22 همین 3 جز پشت سرم آیات هست. از آیات معلوم میشه که سماعی وجود نداره. از بعضی از روایت ها اینطور معلوم، بالخصوص روایت قلیب بدر. در بدر 70 نفر از مشرکان کشته شد، تمام سران شرک بودند. رسول الله دستور داد که همه را بیندازید تو یک چاله، تو یک قلیب، همون حفره را میگند، همون چاله را میگند. بعدا رسول الله بر بالای چاله ایستاد، گفت که حالا دیدید اون چیزی که میگفتم حقه، باور نمی کردید. خلاصه برای اونها موعظه کرد. حضرت عمر پرسید یا رسول الله مگه اینها میشنوند که شما با اینا داری حرف میزنی؟ پس معلوم میشه که اعتقاد صحابه این بود که اینا نمیشنوند، همین خاطر اعتراض کرد.
رسول الله فرمود اینها از شما بهتر میشنوند. معنیش چیه؟ معنیش اینه که بالاخره بله خداوند تبلیغ من را، صدای من را به اونها میرساند، اونها میفهمن من چی دارم میگم. خب وقتی این حدیث را برای عایشه آوردن، عایشه فرمود اونجا پیغمبر فرمود الان اونجا معجزه رسول الله است. اون چیه؟ معجزه رسول الله است، ولی اصلش اینه که نمیشنن، حقیقتش اینه که نمیشنن. حالا هم روایت هایی هست بر شنیدن هم نشنیدن، اما آیات بر نشنیدن. بهترین راه وسط را من خدمت شما بگم، راه اعتدال که بسیاری از علماء میان رو، علماء منصف مثل علامه مفتی محمد تقی، مثل علامه خالد سیف الله، مثل این علماء معاصر را دارم میگم که بزرگترین محققین اینا هستند، فقها اینا هستند. اینا معتقدند که اصل همون نشنیدن است. قاعده کلی و قانون کلی چیه؟ اما استثناءاتی وجود دارد. هر وقت که خدا بخواهد میشنواند، مثل همون جایی که صدای رسول الله به گوش اونها رسید. ولی اصل اینه که بالاخره چون روح رفته در عالم برزخ، اینجا نیست، تو این قبر نیست، روح اونجا هست، اصل قبر هم اونجا هست، اینجا این جسد گذاشته شده. پس الله می فرماید انک لا تسمع الموتى، تو نمی توانی بشنوانی، نمی شنوانی مرده ها را، ولا تسمع الصم الدعاء، و همچنین نمی شنوانی اون ناشنوا را، صدا را به اون نمی شنوانی، اون نمیتونه بشنود. اذا ولوا مدبرین، ببین ناشنوا بالخصوص وقتی که برگردد پشت دهنده. اگر شما با یک ناشنوا صحبت کنید، شاید اون لبخانی بلد باشد، شما با او احوال پرسی بکنید، او از لبهای شما تشخیص میده که چی؟ این داره حال من میپرسه، میگه الحمدلله خوب هستم. خب نشنید ولی از لبهای شما تشخیص داد. و خدای تعالی به این ناشنواها یک قدرت عجیبی در لبخانی داده. یه چیز را خدا میگیره، یک استعداد دیگه میده. اما همین ناشنوا را بگیر که داره میره پشتش به شما است، از پشت صدا میکنی او میشنود، او دیگه نه لب شما را میبیند نه صدا شما را میشنود. لذا خدای تعالی تشبیه دومی که کفار را میده به این ناشنوا که اصلا امید شنیدن نیست. سومین تشبیه همونطور که نمیشنود نمیبیند. و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم، شما نیستید راهنمایی کننده کافر چه نابینا، منظور به کافر است، به دلیل ضلالتش، به دلیل اینکه راه را گم کرده، به سبب گم کردن راه نمیتونه بگه این راه راست برو، چپ بپیچ، از اونجا چهار راه است، تیر برق است، فلان است، اون که نمیبیند. پس همونطور که کسی که چشم ندارد نمیتونی راهنمایی کنی، دلالت کنی، اونی که گوش ندارد نمیتونی بشنوانی، اونی که مرده است نمیتوانی بشنوانی. این کفار هم نمیشنوند، نمیبینند حق را، به این معنی هست. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، شما نمیشنوانی مگر کسانی را که ایمان میارن به آیات ما، بس اونها تسلیم میشوند. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم، خداوند میفرماید وقتی که وعده قیامت میآید قول واقع میشه. قول واقع میشه یعنی چه؟ قول قیامت، وقتی که قیامت میآید علائم قیامت را خدا ذکر میفرماید. اخرجنا لهم دابة من الارض، ما بیرون میکنیم برای اونها دابه موجوده، حیوانی از زمین که تکلمهم، با اونها سخن میگوید. چی میگه اون دابة الارض، اون حیوان چی میگه؟ میگه ان الناس كانوا بآیاتنا لا یقینون، مردم به آیات خدا یقین ندارن، ایمان ندارن. ببینید شما قبلا علائم قیامت را خواندید. یکی از علائم قیامت
ظهور دجال است. یکی از علائم قیامت طلوع خورشید از مغرب است. از علائم قیامت یاجوج و ماجوج است که میاد. از علائم قیامت عرض کنم که ظهور عیسی است. یکی از علائم قیامت که تقریبا آخرین علامت هست دابت الارض است. دابت الارض چیه؟ معلوم میشه دابت الارض حیوانی هست، حیوانی در زمین که با مردم صحبت میکند. توجه داشته باشید، این دابت الارض با مردم چی میکند؟ صحبت میکند. چی میگه؟ تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. او میگه که همه مردم به آیات خدا یقین ندارن، باور ندارن. این دابت الارض میاد صحبت میکنه. توجه به من باشه، این دابت الارض کیه؟ چه حیوانی هست؟ ببینید قرآن فقط همین قد گفته، بیشتر مشخص نکرده. حدیث هم مشخص نکرده، تو حدیث هم توضیح این نیامده. لذا که ما بدونیم چه حیوانی هست، روی این ما هم نمیتونیم مشخص بکنیم. بسیاری از علما میگویند که دابت الارض یک حیوانی هست، حالا موجود نیست. از این حیواناتی که الان شما میشناسید، گوسفند، نمیدونم گاو هست، گرگ هست، درندگان هست، اینا نه. یک حیوانی هست همون زمان ظهور میکند، همون زمان به وجود میآید. او با مردم صحبت میکنه، با انسان ها هم کلام میشه. او از علائم قیامت است. پس بعضی میگن دابت الارض همون وقت چی میشه؟ ظاهر میشه. شیخ ما رحمه الله میفرماید که دابت الارض یه حیوان مخصوص نیست. ایشون اعتقادشون اینه که دابت الارض منظور همه حیوانات زمین، ما دواب الارض مراد است. همه اون وقت اینقدر وحشت میشه، همه به صحبت میاند. یعنی گوسفندا حرف میزنن، این گاوها حرف میزنن، شترها حرف میزنن، همه منظور هستند. دواب الارض مراد است، حیوان مخصوصی نیست. الله اعلم، ما نمیتونیم به صورت قطعی قولی را بگیم، چون که عرض کردم در قرآن هم تعیین نشده، در حدیث هم تعیین نشده. لذا الله می فرماید و اذا وقع القول، هرگاه قول قیامت واقع میشه، وعده قیامت میاد، اخرجنا علیهم دابتا، ما بیرون میکنیم بر آنها دابه از زمین، یعنی چارپایی از زمین، حیوانی از زمین که تکلمهم، با اونها سخن میگوید. چی میگوید؟ میگوید ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، مردم به آیات ما یقین ندارند. و یوم نحشر من كل امت فوجا، الله میفرماید وقتی که ما برای حساب و کتاب از هر گروه فوجی را آماده میکنیم، لشکری را آماده میکنیم. ممن یکذب بآیاتنا، آنهایی که تکذیب میکرده از آیات ما، یک دسته ای را ما مشخص میکنیم. فهم یوزعون، اونها چی میشن؟ بازداشته میشوند تا دیگران بیان برسند، یا اینکه دسته دسته میشن، گروه گروه میشن. حتی اذا جاءوا، حتی وقتی که می آیند، کجا می آیند؟ در موقف حساب. قال اکذبتم، الله می فرماید آیا شما تکذیب کردید آیات من را، ولم تحیطوا بها علما، نسبت به آیات من احاطه نکرده بودید از نظر علمی. یعنی تکذیب شما بر اساس علم نبود، همینطور بر اساس ضد. اما ماذا کنتم تعملون، یا اینکه شما چی کار میکردید؟ دیگه چی میکردید؟ انبیا را اذیت میکردید، مؤمنین را اذیت میکردید. و وقع القول علیهم بما ظلموا، الله میفرماید قول بر اونها واقع میشه، یعنی ثابت میشه، قول عذاب به سبب ظلمشان. فهم لا ینطقون، اونا جواب معقولی نمیدن. صحبت میکنن، از خود دفاع میکنند، ولی دفاعی که به درد بخورد ندارند. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه والنهار مبصرا، این دلیل عقلی هست، دلیل عقلی دیگر. ببینید
از این دلائل به قدرت پروردگار پی ببریم، متوجه بشیم. الله میفرماید اینا نمیبینند که ما شب را قرار دادیم لیسکنوا فیه، تا که مردم در شب بالاخره آرام بگیرند. سکن به معنی چی؟ آرامش، یعنی بخوابند. معلوم میشه که اصل شب بعد از انجام فرائض و عبادات برای خواب و استراحت است. به همین دلیل انسان وقتی کار غیر مفیدی بکنه جایز نیست برایش. بعد از عشاء رسول الله صلی الله علیه وسلم از مسامره بعد العشاء ممنوع کردن. مسامره بعد العشاء چیه؟ اینکه دور بر هم بشینیم حرف بزنیم، داستان بگیم، قصه بگیم، سرگرم بشیم. نه، فوراً بخواب، چون شب برای نشستن نیست، برای شب نشینی نیست، مگر اینکه یه چیز مفیدی باشه، یک جلسه مفیدی باشه. پس ما شب را قرار دادیم تاریک لیسکنوا فیه، تا مردم چی بکنند؟ آرامش بگیرند. و النهار مبصرا، روز را سبب روشنی قرار دادیم. لینشروا فیه از آیات دیگه گرفتیم، جعل النهار نشورا، نه، تا مردم چیکار بکنند؟ منتشر بشن، برن کسب و کار، برن درآمد. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در همه اینها آیات و نشانات است، اما برای اهل ایمان مستفیدین من الآیات. و یوم ینفخ فی الصور، حال الله عزوجل این در دنیا فرمود شب برای چیه، روز برای چیه، اما در آخرت سور دمیده میشه. ببین سور دمیده میشه، چند بار سور دمیده میشه؟ بعضی میگن 3 بار. یکی سور صعق است که همه بیهوش میشوند، بعد از اون سور دیگه سور موت است، همه میمیرند، بعد از اون سور بعث است، همه چی میشوند؟ بلند میشوند. 3 سور. اما قول محقق اینه که دوم و اول و دوم یکی است، یک سور است، یعنی کلا 2 تا سور هستند. سور اول که دمیده میشه، اول به قدر وحشت بر انسان ها میاد که اول همه بیهوش میشوند. صعق به معنی چی؟ بیهوشی. همه بیهوش میشوند، در همون بیهوشی میمیرن دیگه، برای مردن یک سور دیگه زده نمیشه. این قول درست و محقق است. پس یک سور این شد، یکی همون سور بعث است. پس سور اول سور موت است، نفخه اولا، که گاهی به صعق تعبیر شده، چون اول موت خیلی از مرده ها شما دیدی وقتی میمیره اول بیهوش میشن بعدا میمیرن، نه؟ پس صعق همون مقدمه چی است؟ مرگ است. الله میفرماید و یوم ینفخ فی الصور، روزی که در سور دمیده میشه، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، وحشت زده میشه تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستن، الا من شاء الله، مگر اون مؤمنی که خدا دلش را قرص بکند، اون وحشت نمیگیره. و کل اتوه داخرین، همه در محضر الله میآیند تسلیمند، ذلیلند، سرشون پایینه. و ترى الجبال تحسبها، میبینید کوها را در اون روز تحسبها جامده، شما فکر میکنید بی حرکت هستند، جمود دارن، حرکتی ندارن، در حالی که وهی تمر مر السحاب، اونا دارن میرن مثل رفتن ابر، همینطور غبار شده و داره میره. صنع الله الذي اتقن كل شيء، این صنعت الهی هست، ساخت الهی است که هر چیز را محکم و استوار کرده. لذا حالا کوه اینقدر استوار هست، محکم هست، آسمان اینقدر محکم، اما بعد اینا همه متلاشی میشه. انه خبیر بما تفعلون، خداوند خوب خبر دارد اون چیزی که شما انجام میدهید. لذا وقتی که قیامتی هست و ثابت شد قیامت هست، سور دمیده میشه، حالا خدای تعالی انسانها را 2 گروه میکنه در قیامت. من جاء بالحسنة فله خیر منها، هر کسی حسنه انجام بده، حسنه عند الجمهور لا اله الا الله است، در رأس حسنات توحید است. هر کسی موحد باشه، لا اله الا الله بگه، اون در آخرت فله خیر منها. ببین بقیه اعمال نگفته، اول ایمان، اول توحید، این خیلی مهم است. و هم من فزع یومئذ آمنون،
اینها از وحشت اون روز ایمن هستند. این مؤمنین وحشت اینها را نمیگیرد، اینها بیغم ایمن. اما و من جاء بالسیئه، هر اون بیچاره ای که بد بکند، بد همه بدی ها گناه هستند، اما در رأس بدی ها چیه؟ شرک. به همین خاطر بعضی تفسیر کردن، تفسیر خازن مدارک، من جاء بالسیئه ای شرک، هر کسی شرک بکند فکبت وجوههم فی النار، سرنگون میشه چهره هایشون در آتش، یعنی در آتش به صورت سرنگون انداخته میشن. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، شما پاداش داده نمیشوید مگر آنچه که عمل میکردید در دنیا بر اساس اعمال. انما امرت، این دلیل وحی است. بعد از اینکه هم تهدید آمد، هم تخویف آمد، هم ذکر عذاب آمد، هم دلایل آمد، حالا دلیل وحی. ای پیامبر به قوم بگو انما امرت، جزی نیست که من امر شدم، به من دستور رسیده از جانب الله، ان اعبد رب هذه البلده، این که من عبادت کنم رب این شهر را، رب این مکه را، الذي حرمها وله كل شيء، آن ربی که این شهر را حرام قرار داده، شهر محترمی از مکه، از این جهت شهر حرام است که اونجا گیاهش را نمیتونی قطع بکنی، حرامه. اونجا شکارش را نمیتونی شکار کنی، حرامه. اونجا درختش را نمیتونی قطع کنی، حرامه. به این خاطر میگن شهر حرام. لذا من عبادت کنم آن ذاتی را که این شهر را حرام قرار داد، وله کل شیء، برای او هر چیز است، یعنی هر صفت زیبا از آن الله، مال الله است. و امرت ان اکون من المسلمین، و من از سوی پروردگار دستور دارم، فرمان دارم که از مسلمین باشم، عقیدتا و عملا، یعنی در مقابل خدا تسلیم بشم، هم از نظر اعتقادی باور و هم از نظر عملی. و همچنین به من دستور رسیده که تبلیغ هم بکنم، و ان اتلو القرآن، اینکه قرآن را تلاوت کنم. ببین تلاوت قرآن برای چیه؟ برای تبلیغه. اینجا منظور تبلیغه، بعد از عمل به دیگران هم برسانم. وقتی که تبلیغ کردم، فمن اهتدى، بعد از تبلیغ هر که هدایت شد، فانما یهتدی لنفسه، اون هدایت شده به نفع خودش، یعنی سودش را، خیرش را، نفعش را خودش میبرد. و من ضل، هر کسی گمراه شد، فقل انما انا من المنذرین، به اونها بگم جزی نیست که من از ترسانندگان هستم، من ضامن گمراهی و غیر گمراهی شما نیستم. و قل الحمد لله. لذا در این سوره که همه دلایل را خواندید، هم عقلیه هم نقلیه، که معبود فقط خداست، اله فقط خداست. لذا در پایان میفرماید بگو الحمدلله، تمام تعریف و مدح و ثنا مر الله را، اون اللهی که سیریکم آیاتی، ان قریب آیات خودش را به شما نشان میده. منظور از آیات نشانات قیامت است یا واقعات قیامت. فتعرفونها، شما میشناسید آن را، متوجه میشید که خدا حق میفرمود. و ما ربک بغافل عما تعملون، و رب شما از اعمال شما غافل نیست. وقتی که قیامت را که علائمش را نشان میده، قیامت برپا بشه، اون وقت شما پاسخگو خواهید بود.